توجیکان تیجه تقدیم میکند.
با من نگر دیوونه. با اینجا یک دختر اومد. با تو میگویم با اینجا یک دختر اومد. با من نگر. با من نگر با تو گپ بزنم. در کدام کور هستی لیف؟ سبیل ماند. زمین کپید و مادرونش در اومد. الیف الیف در کجایی؟ در کجایی؟ من با تو چیکار کردم؟ الیف رحمت سلامت باشید. شما نمی بودید عبدی مرا که می یافت. در همین جا زندگی میکنید؟ تنهایید؟ از خانه گریختم. شخصی که اینجا آمده بود با او مرا به زوری توی کردنی بودن. یک چند روز در اینجا ایستاده میتوانم اگر ممکن باشد. مراد مراد ای خدا در اینجا می ایستاد. با کجا رفت این بچه؟ آچه؟ شما حالا هم خواب نرفته؟ نه اکه هایم حالا نامدن؟ آمدند می آیند کمی بعد. رو تو خواب کن باز خوابت نپرد. میلش. یوسف کنی یوسف را در کجا باجا کردید؟ در کجا باجا کردید میگویم با شما؟ یوسف کنی من گمزان در کجا است یوسف؟ گمزان آرام شو محکم خواب کنی باید زود اینم کنی که تو را از دست من خلاص میکند. از تو میترسم ابله. ای جسور کنه چیزا نمیکنم آرام شو. از تو نمیترسم. سلام میفرستم و سلام عبدی راحت باش عبدی سرده گبزان یوسف الیف رو با کجا بود؟ گبزان مراد بچه‌ام پنهون کردنت لازم نیست دیگر.
یوسف الیف رو پنهان کردنش رو میدونیم. یوسف الیف رو با کجا برد؟ گام زن! نجاز شو! ایسا! با تو چی زنک! سرده! ایسا! عبدی! نگورز! 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 دو جزای خدا دو! عبدی مراد این منم اکا منم مراد کجا بودی تو؟ از کجا اومدی؟ مراد خوب هستی؟ چی شد گپ زن آخر؟ کجا شده دوچه؟ سرم میکفد. دادا گپ میزنه؟ دهانم خشک شده است. یک پیاله آب بیار جیما. حاضر دادا حاضر. تمام روز خواب بوده دادا. با شما چیزشو گفته ترسیدم. همه جایم درد میکنه. شکریه رواچیت را جیغ زن. این پاچکایم را مالت کمتر. از عصب همه جایم شخ شده است. نیست گرنگ دو. شکریه یگان خبر شود میگویم. وایلاش چی خیل معقول شده ده؟ کمی بقوتر مال. بیدار میکردی مادرت را خیر. بیدار میکردی. جیما؟ او چه؟ توبه شکریه. با کجا میروی؟ آمدم علی چنگیز. یا توبه چی شد چه؟ یافته توانسته؟ چی شده ایستاده است اینجا؟ نصیبه رو خبر گرفتم. چی کار کردی در خانه وی زنک؟ الیف نزدش رفته است. چرا از دستش گرفتن آمدی؟ چرا با من خبر ندادی؟ تو بیهوش بودی آخر. عبدی رو خبر دادم. نه. عبدی به الیفش رسید گوی. خی دختر کجاست؟ عبدی او را برد یاگین که مال این پاچکم را. خدا جزایش را داد. در آخر به دست عبدی افتید. این قدر شرمندگی ها را بیهوده برآورد. خیریت این خیلی بهتر. از من دیده غمش را عبدی خورد. آفرین زنک. گربه شده یک موشی را قپیدیه. الیف از اونجا هم گریخت. نیفتیم. چی؟ چل گریخت؟ چرا با من خبر ندادی؟ زنی بیاقل. اوچه؟ گریزاندی. نصیبه را چرا به گم ندار آوردی ها؟ چرا؟ نزنید. هم نمیدونه در کجا بودن. دادا نزنید. نکنید. دادا خدای خدا. نصیبه هم نمیدونه در کجا بودنش را. ای موسیقی در دست بودت را گریزاندی. ای زنک. گناهی من چی؟ تو از یوسف پرس. حسابش را یوسف همانجا بود. چی ها میگویی تو؟ نازکک فهمان. نازکک. عبدی مراد را خپید در پیش خانه نصیبه. یوسف الیف را پنهان کردنش روز بر این رفشن.
خوش یوسف، خدا جزایت را دهد. عبدی در کجا پنهان کردنش را فهمم گفته از مراد پرسیدنی بود که از دستش گریخت. یوسف، از تگ هر کار تو می برای یوسف با کارهای ناز رفته ایستادم خلال رساندی. یوسف ака ба куҷо рафта элиф ро мекӯбам. ман ҳам равам? не, ту дар ин ҷо мемонӣ. аммо ака дар ин ҷо мемонӣ мурод. фаҳмидӣ? یوسف بچم میروی. التماس بچم احتیاط باش. با عبدی و دیگرش کاردار نشو. مرا خواطر نکن بچم. беҳуда хавотир нашавед оша ҷонам. الиф رو چی؟ به جستجوی او نمیروی مگر؟ ман баромадарам лозим. каме пас омада корҳоямро анҷом медам боча. майлаш хай. بچم به کجا؟ نمیدونم که با کدام یکیتون مشغول شوم. тамом оча, шумо аз бароямон дигар хавотир нашавед. чизе нест. дилатон ором бошад. майлаш оша ҷони ман ҳозир ба шумо муродро равон мекунам. дар паноҳи худо. дар паноҳи худо. در پناه خدا بچم. خدا جان تو به من قوت ده. خود سرانه کار میکنی ها؟ واقعی خیوانم نشوی تو. یخت به جایش میآید. خلیل بس. این سگ گپمان را گوش نمیکردگی شد چه؟ ما الیف را فراموش کن میگوییم او با خفتن میبراید. اوچا الیف را افتان با ما شهر شد اوچا. شهر! در این خانه دیگر برنامه الیف گرفتن نمیشود. مرا گوش کن. نغزکک گوش کن. با تو از این زیباتر دختر رو میابم. الیف رو میخوام اوچا. رو میفهمید. من الیف رو میخوام. میفهمید رو. من الیف رو میخوام. گیر الیف را. گیر. الیف را گیر. این را با کلای بی مقصد جای کن. الیف به این خانه کلی نمیشود. میفهمی؟ الیف از من میشود. مرا کسی داشته نمیتواند. او از من میشود. اینجا بیا ابله. عقلت رو بجایش من. تمام شد این کار. تمام. تمام شده نمیتواند. الیف از دیگری شده نمیتواند. او از من میشود. تنها از من میشود. من به او زیسته نمیتوانم. نمیتوانم. بچه را مرا نمیفهمید. زیخ نشود بی. بهوده خودت را عذاب ندی. التماس زیخ نشو. او را فراموش کن. اینگاه چه میگویی؟ طرفی کی را میگیری من نمیدونم اگر. ابله میکشمت خر. خلیل ایستا. حاضر وقتش نیست. ایستا. مریم اینجا بیا. مرا گوش کن. چه حق دارد گپ زند؟ باید دمش را میگیریم. پس زود رفت. اوچا خیز نیستو. از پشتکی زند رو. خیز. هم در نزد خلیل باشد چیزی نگفت. تنها نگاه کرد. با اون خونه بر نمیگردم دیگر.
رویش رو دیگر دیدن نمیخواهم. آه دخترم چی گویم؟ راست میگویی. این کارش ظلم است. اما خانواده‌ات را مانده نمیتوانی. پسرت را به تو نمیدهند مریم. نغز فکر کن. گیرم نکنه چه من کلام بشم اما کم رو میزنم. مریم 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 کجاست تو؟ گوید بیاید. مرا ببخشو خلیل، تو را دیدن نمیخواهد. فهم آخر دلش رنجیده است. بهترش دیرتر بیا. میلش. سعید بابا؟ مراد؟ در اینجا چی کار میکنید؟ خودت چی بچم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ با کجا میروی؟ با کجا رفتنم رو میدونید سعید بابا؟ جنگ نکنید اکا. شما رو با اونجا تنها روان کردن نمیتوانستم. با گفتنی الیف میروی میدانم، اما اندیشه نکردی که این کار درست است یا نه. از روی احساسات رفتار میکنی. خیر چی کار کنم سعید بابا؟ دست و پایم بسته شینم. من الیف را از تو بهتر میشناسم یوسف. اگر وی میخواست که تو از پسش روی، علاجش را یافته جایی رفتش را به تو خبر میداد. من گفتم که الیف با عقل است. وی میداند که عبدی از پسش میآید. از پیش آمدنی تو را هم میداند. خدا نکرده به سرش یگان بدبختی می آمد. ما کیها میشیم. راست میگوید سعید بابا. شاید در جای بی خطری پنهان است. تو در فکر الیف هستی، الیف هم در فکر توست. البته وی علاجش را یافته به تو خبر میفرستاند یوسف. بعد فراموش نکن که تو معلم هستی. در نزد طلبه ها مسئولیت داری. اصل وظیفت را به خفا گذاشته نمیتوانی یوسف. باز کمی صبر کن. من میدانم که الیف هم همین رفتارت را میخواهد. رفته با نصیبه جادوگر گپ میزنم. چی گپ میزنی علی جنگیز؟ دختر اونجا نیست. بگو گفته بودم نصیبه در کجا بودنش را میدونستگیست. او با شما چیزی نگفته است؟ میدونست نمیگفت. عبدی گپ زند گفته بسیار کوشش کرد. زبانی وی جادوگر را من میدانم. من او را بلبل بری میخوانم. علی جنگیز گریز از اینجا، گریز. اونجا رفته دفترهای کهنه رو نکشو علی جنگیز. بعد سری خودمون در بلا میموند. یک روز گپ میزند گفته دلم میکفد. به همین هم نکوب این کار رو. با گپت دقت کن شکریه. جیما اینجاست. زینهار از دهانت یگان چیز نبراید وگرنه تو را میکشم. اوچه؟ 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 اوچه به خدا اوچه چشمانت رو کشو. اوچه؟ اوچه جون؟ اوچه؟ اوچه جون؟ سبیل ماند ما را شرمنده کرد. امینه؟ الیف رو پرسیدنی بودم. کجایش را میپرسی؟ گریخته رفت. دختری هوا بلند و بیعقل. کمی را نچشیده است. قیمتی به قرجانی ها کلین شدن را نمیداند. یگان کمبودی نداشته بود. لباس های بهترین را میگرفتم. بهترین پاپوش ها را خریدم. از دسترخوان گوشت و روغنم کم نمیشد. این شکریه به یک دختر صاحبی نکرد. یک زنی کسلی. نه شوهرش را، نه کودکش را، نه دختر را نگاه نمی کند. همیشه بیمار، کسل. غمگین شدم. خدا شفایش را دهد. میروم اکنون. امینه. ای وای، ای وای، ای وای. از این کار خلیل کم خبردار نشود. فهمیدید؟
فهمو مالش فهمو ардиятон аввал ба деҳа рафта ҳама ҷаро мекобед. ҳар як тарафи деҳаро мекобед. агар дар ягон ҷо пинҳон карда бошанд мебарояд албатта. сулаймон сулаймон чаро дар ин соат ту дар ин ҷоӣ? чаро ту дар хоҷагӣ нестӣ? ин ки хайлакам гуфт ки аз паси ман поӣ а? гапзани одам. не ин таро нагӯй абдӣ. ман танҳо раис қаҳвахонаро кушода аз гуфта диданӣ омадам. хар чӣ кушодаастми? не маҳкам кушодан хостааст. аз қулф маълум аст. не кани равед, наистед инҷо. элиф набошад, қаҳвахона ҳам нест, али ҷенгиз. яъне ҳамин хел одам намешавӣ ту абдӣ. боз мехостагии худро мекунӣ. абдиро ҳангоми маълумот дода нашудам. элифро ёбам гуфта ба деҳа ду одам равон кард. бинеда имрӯз бо ту дигар корам аст сулаймон. ба хайр аст халил? камтар пас мефаҳмӣ. این رو به یک نفر رسانم پر میکردم. خواطر نشوید. خوجاین دیر کردید. قریب موند که میرفتم. مایلش مرا ببخش. مشکلی برام دیر موندید. اما چه خیلی که میبینی همین جایی. خیر در کجاین؟ در همینجا. کشا تو هم یاردم کن سلیمان. منه کشا درستر کشا. نقص بد نیستن. فرار آنها را از نزدیک تیز برایید یک قطار شوید. تیز یک قطار شوید. تیز و من نگرید. این کس خوجایی نتون. این سو گذر. صحتن اینها کهیا؟ همشون صحت سلامتن بقوتن. بردارید سرهایتان را. کهیا بین بیمار شوند از عهده کار نبرایند بر میگردانم. پروا نکن خوجاین. اینا هم خیلی کارگرند که تراکتور در پیش اینها هیچ است. تو هم
تو هم اینها را میگیریم. گیر. اینها کم به تو بندو؟ یک بار شمارم. تمام حساب نکن. بعد حساب میکنیم. بعد گپ میزنیم. خفه نشو خوجاین. با امید همکاری برکت بینی. کانی بچه ها با ماشین شینه تستر. زودتر شتم رفتیم. تستر سلیمان بیا رفتیم. التماس بیبی جان این مکتوب رو به یوسف رسانید. آه دخترم تمام شب روز رو انتظار بودم. در کجا بودی تو؟ گفتن نمیتوانم بیبی جان. التماس نپرسید اما جایم خوب است. حاضر رفتنم روزیم. آدمانی عادی مرا میجوین. باز به خونه نداروین. بار خالتت را گیر. خدا نگهبانت دختر زیبایم. به سر شما هم درد آوردم. کنی زودتر باش. راهی سفید دخترم. خدا مددگارت بود. در راه با دقت باش. بیبی یزنام می آید. زودتر پینهون شو. زود باش. نصیبا بینیده که می آمد است. علی جنگیز تو راهی این خانه را چه خیلی یافتی؟ چرا آمدنم را بسیار خوب میدانی؟ الیف کجاست؟ با من نگر. ما را دیوانه نکن از زنک. اینجا بود. چه خوب آمده پنهان شده بود. اما زنت همش را برباد داد. گرفته عبدی را آورد. دختر گریخت. حالا کی میدونه در کجا باشد؟ با من بازی نکن نصیبا. حیفی تو بر این آدم. سالها تو را هیچ دیگر نکرده است. من حاضر گذشته را هر وقت بر این ندیده و ندانسته گپ میزنی. دردی که به سرم الیف آورد تو از کجا میدانی؟ خرجانی ها را دشمن کرد به من. به این هم تو غیر از خدا دیگرها را فکر نمی کنی. الیف مردمی زندمی پروانه داری. به سرش چی ها آمد. با گرگو شغال خوراک شد. غمش را میخورده آخر. اما تو غیر از خود دیگر کسی را فکر نمی کنی علی جنگیز. گپی خالی اینها. حالا الیف در کجاست؟ گپ زن. مادرش را عذاب دادی. شکریه را عذاب دادی. اقلا الیف را عذاب ندی. با یوسف رفت همین خیل. دختر را باو دادی. گپ زن. یوسفش کیست؟ من یوسف موسف را نمیشناسم. جادوگر. ابله مرده میروی از دستم. مرگ امر الله است. در این دنیا کردگی همون را در آن دنیا یک جواب میدیم. الیف در اینجا نیست گفتم به تو. کاش که می بود و به او همه حقیقت را میگفتم. نمیخوای الیف هم است را فهمد همین خیل نه؟ به من نگر. جاغت را محکم پوش نصیبا. یا که تو را میکشم. این را فهمیده گیر. حیف به تو علی جنگیز. یک روز این کارهای کردهت را جزاش را میبینی انشالله. بیا طلبه ها در سر شد. اکا در سر نمی شود. چند قبض در تنفسیم.
بیا. تو راست به خواجگی رو. از این کارها به کسی چیزی نگوی. فهمه؟ من بعدتر می آیم. فراموش نکن. دهانت را محکم پوش. البته. این چی حال؟ سبهایم را آرام میکنم. کدام سبهایت را آرام میکنی؟ ابله همه کار را رسوا کردی، بس نبود؟ از فکر دست کش نگفتیم به تو؟ چی از پسش قدر میدوی؟ میدوم. راحتی هممون را حرام کردی. دعا کن که ینگت برگردد. برای این اولادی مور تو همه کارا میکنی. اگر یک بار دیگر بزنم دست رسانی، یک بار دیگر بزنم دست برداری، میکشمت. رسی. ایستد از راه من آمدم. یک طرف ایستد. بیبی بوسو ایستد گرزد. بیبی بوسو ایستد از راه. دخترم از گریه چشمانت ورم کرد. خودت را خراب کردی. بس از اکنون کمتر پس شوهرت می آید. خانه‌ات است، عائله‌ات است. دخترم طاقت میکنیم. خلیل تو را دوست می‌دارد، خودت میگویی. دوست می‌دارد و چیکار کند؟ با من صاحبی نکند اگر چی فایده؟ دخترم به خاطر او برای عمر صبر کردنت لازم. قرجانی ها را تو از من بهتر میدانی. پسرت را از تو میگیرن، تنها میمونی. بیا مریم، به خانه می رویم. تو را بردنی آمدم. من به هیچ کجا نمی روم خلیل. من به وی خانه دیگر نمی روم. تمام مریم، میدانم راست میگویی. وعده میدهم دیگر تکرار نمی شود. رفتیم. رو از اینجا خلیل، من هیچ کجا نمی روم. از برای خدا نکنید، کودک را می ترسونید. خلیل، مریم، مادامی که نمی آیی من پسرم را می برم. نه، سردی بچم رو او رو از من گرفته نمی توانی. دادا سردی مرا. دادا جان، اوچا جان، اوچا جان شما هم بیایید. سردی بچم رو. راو دخترم، شوهرت است، برای پسرت رو. اوچا التماس شما هم بیایید. التماس اوچا جان بیایید. اوچا راو دخترم، اوچا جان بیایید. راو. مایده چوده آمد، بیا کنی مایده چوده. لپا بیاین کنی بیاین لپا. بیاین لپا جانو. روی مال ها، کرته ها،
سچو مرحمت اپا جان. اپا بین اینو بینید. اینا بین. شما بینید من حال میکنم اپا. بسیار خوش روی. فوزیل روی اینو با یوسف ده. کسی چیز نگو فهمیدی؟ فهمیدی هم فوزیل؟ یوسف دا فوزیل دا فوزیل چه باشه دفعه؟ یوسف یک دقیقه آمده اپا بینید زیبوگی این کتا رو بینید. اینا بینید. بینید کی می آید؟ پریشان شده است. الیف از خانه گریخ گفته سوزد یا قهوه خانه از دستم رفت گفته. الیف کای پروا الچینگی زورد. انا گریخته رفت. هیچ از الیف این رو انتظار نبودم. او هم از دخترهای سبک پای بود است. تا این وقت خودش رو مثل فرشته نشان میداد. از دست این دختر هر چیز می آید. راست میگویی. خدا به دشمنش نشان ندهد. اخلاق آداب ندارد کو. شرم داریده. روی راست تهمت کرده ایستاده اید. گناه گرفته ایستاده اید. گویا الیف را نمیشناخته باشید. عایشه چی شد علی جنگیز؟ یوسف این دفعه از حد گذران و من کاردار نمیشد. تو چی ها میگویی علی جنگیز؟ با یوسف چی را تقسیم کرده نتوانستی؟ تو هم از این کارها با خبری. همین خیلی تو چی گفتنت را خودت نمیدونی؟ الیف را با چهد گریزم و قراجانی ها یک روی کنم گفته به سرم بلا آورد. دختر را به زوری به شوهر دادن نمیخواستی به سرت اینها نمی آمد. عیب را به یوسف نپرتافته از خودت بین. الی با عبدی توی میشد لیکن ناز کرده گشت. دختری خوب خالش را پرتافته نمی رفت. یوسف گریزم دایشه کی میدانه دختر را به کجا برد؟ گپی بیهوده اینها بیهوده. بچه من این خیل کارها نمی کند علی چنگیز. رو براحت. این را با یوسف من همین خیل نمیمانم. درس تمام خیلی اولو من خونه میروم کمپیوتر میکنم. روز من میروم خونه بسر زمین میروم. با کجا میروی؟ من با خانه میروم. چیکار میکنی؟ بازی میکنم. درسم میکنم. من هم درسم. برام همین طور. لیکن اول من با خونه باغچه میروم. بعد فوزیل چی شد به تو؟ این چی تلاش؟ یوز تو به خونه رو. شر نداشته باز به پیشم بیایی علی جنگیز. التماس از خانم اجازه دهید گپ زنم. گم شو از پیشم. بیهوده خود را مانده نکن. تو دیگر با قراجانی ها یگان داد و گرفت نداری. گیرید این رو. با من؟ کی داد این رو؟ حسن بزرگ هیچ کس نبیند. من نغزم یوسف. خواطر نشوید. دیگر چاره نداشتم. زینهار به سرت خیالی بد نآید. بعد از نصف شب تو را در لبی در زیر پول انتظار میشم. مسئله در الیف نیست. شما ما را یک بار گوش کنید، دیگر بار گوش نکنید. مایلش هزال خانم. دفتر الیف را ما کی ها پوشیدیم. بیهوده خودت را آواره نکن. دخترها به عبدی میرسم گفته جان میدهند. تو با خودت مشغول شو. هزال خانم در نزد درم گریه نکرده از یوسف رفته حساب پرس علی چنگیز. ناعهده برا.
فاضل خواهش میکنم از این مکتوب به کسی نگوی مایلش. آفرین به تو. بعد از نصف شب آنجا میشوم الیف، هیچ پروا نکن. آنجا میشوم. اوچا اوچا جان چی ها گرفتید؟ بخیر است. چی شده باشد با او؟ لباسی یوز میده شده بود، با او متاع گرفتم. فقط فکری ما رو میکنید. با خودتون یگون چیز میگرفتید آخر. یوسف سوزاندی ما را، من هم تو را میسوزانم. رئیس چی شد؟ از الیف یگون خبر است؟ کاری خودت را کن. این بین چه خیلی خرسند است. جای الیف را نمیدانست، این خیلی خرسند نمیگشت. التماس بچم کار دار نشم. الیف کجاست یوسف؟ من از کجا دانم رئیس؟ علی جنگیز. الیف کجاست یوسف؟ سر دهد مرا رئیس. قاتل اکنون دختر را هم دوزیدی. الیف را تو میدانی در کجاست؟ کار دار نشو بچم، من گوید. سگی دیوانه بر این میگزیده که آدم میکوبد. میبینی که مرا فریب دادن نمیتوانی یوسف. انیق میدانم که الیف را تو گریزانده ای. بیاید اوچه خانه دروید. رفتن گیر یوسف، رفتن گیر. با تو کارم هنوز تمام نشد. با تو دختر گریزاندن چیز نشان میدهم یوسف، نشان میدهم. دستتون هم بلند شد. ددم در کجا موند؟ اوچه 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 جان، کنی کمی آب نوشید؟ کنی اوچه جان، کشوی چشمانتون رو. یک دو قلد آب نوشید؟ کنی بچم وقتی خوب اوچه جان من بازی کردم میخوام. عمر کنی بچم مادرت را گوش کن. به جایگاه. شرم دارید احوالتان را بینید. با او گوی دوچه مرا هیچ مردگی گپم را گوش نمی کردگی اوست. آدم ها فرستاده است. الیف را یابن گفتم. من کودک نیستم اوچه، شکار کردنم را میدونم. با دکان آمده مرا زد. پس برای کی؟ برای مریم خانم. برای یوسف قاتل هم مرا میزدگیست. عبدی بس گپ دراز نکن. این موضوع تمام. او را چی گفته آوردی؟ میموندی نزدی اوچهش؟ اوچه با سر نکنید. یوسف کیف کرده گرددو شما در اینجا یکدیگر را خورید. بالاخره شما را به یکدیگر دشمن کردو. عبدی، خلیل، عبدی. رئیس باز
شاید الیف روی افته باشد. رئیس بیا بالا. چرا بالا خواندی او را پیشش کن؟ ایسکا یک گوش کنیم چی میگوید آخیر. گوش میکرده است. چی شد؟ الیف آمد. در کجا بود است؟ کنی گپ زن. گپت گوی بدتر شو از اینجا. در نزد شما بسیار گناهگارم. وعده دادم لیکن الیف را به عبدی کلین کرده نتوانستم. یوسف نام سگ نمیشد. این کار کیها میشد و خیر. میدانم الیف را او فریب داد. الیف از پشت او گریخت. الیف را یوسف گریزان و در کجای پنهان کرده است. من میدانستم. از اول رفته سرش را از تنش نمانده که سرش را از تنش جدا کنم. عبدی از گناهگار بودن او اینقدر باوری داری؟ در اصل نمیدانم. آنقدر باورم نیست. شاید دیگر کس گریزان یا که کسی نگریزانده است. دختر برآمده رفت. ازال خانم دردی من الیف نیست. الیف را یوسف گریزانده است یا نگریزانده است مهم نیست. من به اینجا الیف را نه یوسف را گپ زدنی آمدم. یعنی چی خیل؟ عاقبت سخن به کجا میکشد دانستن میخواهم. دردی اساسی شما از یوسف خلاص شدن نیست مگر؟ شما این را به من گویید؟ شف نگفته گپ زن علی جنگیز. چی گفتن میخواهی؟ گفتن میخواهم که راهی از یوسف خلاص شدن را میدانم. اگر کارها میخواستگی من بر این شود مدتی دراز یوسف را در این جایها دیگر نمیبینیم. اما به من یاردم کردنتان لازم. کنی اینجا بیا. نکو منو سرده. انا با تو. بین بچه های کلون چی کار کرده ایستادن. کنی با من گو یک بار دیگر یبوز. کنی چی گفتم؟ خاموش. کنی یک بار دیگر گو. نکو تسلیم نشوی. تسلیم شده. زینا دختر آنو سرم چگمین گریه نکن زینا کنی اینجا بیا. زینب بزار کردی در جانم زدی. دوانه جزای خدا. دوست خدا زده. دوست رئیس اگر این کار از دست آید پگاه به قهوه‌خانه‌ات می‌درویی. علی جنگیز باز به تو باور کردم. خدا را شکر حضرت خانم. خدا را شکر. از شما رو گرداندن مرام بهتر است. ما میرویم موچه. دیر نشده این کار را زودتر حل کنیم. راحتون سفید بود. به من خبرهای خوش بیارید. راه گردید این کار را حل کنیم.
آبت این سفر گرم شد. این دفعه خلاص شو بینم. بیاید سفکه کمتر دیگر بازی کنیم. بس گفتم که یواز. چیم تمامی شب بازی کردید. راحت گذار رکعت را. اوه دیر شد. همین خیلی نیه. من جوگتون را راست کنم. منم خواب کنم. خوابی خوش. شب خوش. کنی رو یواز تو هم خواب رو. خواب شیرین. جمو شانس، تقدیر، طالع، قسمت، پیشم، پشتم، راستم، چپم، یزدان، اهریمن. پیشم، پشتم، راستم، چپم، یزدان، اهریمن. اوچا کشو چشمانت رو. اوچا چشمانتان رو کشوید. اوچا جان چشمانتان رو کشوید. اوچا چشمانتان رو کشوید. اوچا
یوسف با کجا بچم؟ بخیر باشد. در این ساعت کی باشد که؟ کشوید در رو کشوید. همین است قماندان. جیانم را دزدیدگی انا همین است. چی ها میگوید شما رئیس؟ پسری من کسی را ندزدیده است. باز داریدش. بچم، یوسفم، پسرم، یوسفم. با کورمو کردور نشو خلا. بچم، سردی تو را. یوسفم، سردی تو را. سردیت پسرم را. تهمت، این تهمت است. بیزارم.